اصطلاحی که ما و شما خواندیم در این چند نقطه اساسی هست که اگر این نقاط اساسی را ما و شما بفهمیم الله را شناختیم به شکل درست، و اگر این نقاط نفهمیم بناهن ما الله را به شکل درست نشناختیم. اول نقطه‌ای که باید او را یک مسلمان بشناسه او چی هست؟ که الله معبود حق است. الله معبود حق است، الاله الحق. بناهن الله معبود حق است و دیگه معبودا باطل. این باید عقیده انسان مؤمن باشه. چرا او ذاتی که آسمان ها را خلق کرده، او ذاتی که زمین خلق کرده، او ذاتی که ما و شما را خلق کرده، اونمون معبود به حق است. و دیگرها که هستن که مثلا یک مرچه را خلق کرده نمیتونن و خودشان مخلوق هستن، اونا معبود باطل هستن، معبود حق گفته نمیشه. پس الله سبحانه و تعالی معبود حق است. دوم، الله سبحانه و تعالی مستحق عبادت است. علامه فخرالدین الرازی در تفسیرش به نام مفاتیح الغیب نوشته میکنه لأن الاله هو المستحق للعباده. به خاطر ازی که الله مستحق عبادت است، چون الله هست، خالق ما هست، رازق ما هست، ما را خلق کرده، زندگی و مرگ داده، معبود به حق است، او مستحق عبادت است. حق عبادت مخصوص از اوست. اگر عبادت فکری هست، اگر عبادت قلبی است، باید بر الله باشه. اگر عبادت زبانی از حمد و ثنا و صفت، مخصوص الله است. اگر عبادت بدنی هست، رکوع و سجده، مخصوص الله است و مستحق از الله است. ایناله اگر عبادت تشریعی است که اطاعت از شریعت از او هست، این هم مخصوص الله است. متوجه هستین؟ اگر عبادت مالی هست، این هم مستحق از الله است. بناهن مستحق عبادت کی است؟ الله است و دیگران مستحق عبادت نیستند. ایناله اگر یک کسی یک عبادت را بغیر از الله به یک مخلوق میکنه، مشکلش در چی است؟ مشکلش در این است که این حق الله را ادا نکرده، عبادت به کسی کرده که او مستحق عبادت نیست. بناهن این انسان از بزرگترین نعمت الله که ایمان است، این چی است؟ این خارج میشه. و چون غیر الله را در عبادت الله شریک کرده در هر 6 قسم عبادت، اگر یک کسی مثلا بغیر از الله به یک مخلوق سجده میکنه و رکوع میکنه و انحنا میکنه، ایناله این عبادت رکوع و عبادت سجده و عبادت انحنا را به یک مخلوق میکنه، این مخلوق در عبادت الله شریک کرده، این مشرک گفته میشه. و یا کسی مثلا در شریعت الله به عوض شریعت و احکام الله قوانین دیگران را اطاعت میکنه. چه قانون هر کسی باشه غیر الله او را اطاعت میکنه، قانونی که او ضد شریعت الله هست، موافق شریعت الله نیست، پس این چی کرده؟ این انسان غیر الله را عبادت کرده. چون تشریع هم در جمله عبادت هست، در جمله عبادت هست که ما و شما در مثلا در صفت الحکیم الله انشاءالله بازور مفصلا میفهمیم. خب پس فهمیدیم که اول الله مستحق عبادت است، دوم الله معبود به حق است. این دو را فهمیدیم. سوم الله مستحق اطاعت است. علامه زین الدین عبدالرحمن ابن احمد سلامی دمشقی در کتابش نوشته میکنه فإن الاله هو الذی یطاع. الله ذات است که اطاعت میشه، یعنی الله ذاتی است که از او در احکام در شریعت اطاعت میشه. این خصوصیت الله است. امروز بسیاری کسا همین نقطه را نمیفهمند، فکر میکنه که عبادت فقط نماز و روزه و ایگپا هست. نه خیر، نماز، روزه یا عبادت هستند، لکن احکام و تشریع، قوانین که ارزش ها را تعیین میکنه، این هم اطاعتش مخصوص الله است. این حال اگر کسی در حلال و حرام، در جایز و ناجایز، در خوب و زشت، در تعیین ازی از غیر الله اطاعت میکنه،
این در حقیقت الله را نشناخته، الله را نشناختن. حتی بعضی اوقات این مشکل برای یک صحابی پیدا میشد. مثلا عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه نو مسلمان شده و صحابی شده، صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که آیت قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم برش تلاوت میکنه و برش میگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، عدی بن حاتم میگه ما آمدیم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، مسلمان شده بودم لکن بعضی مشکلاتی داشتم. یکی از مشکل می بود میگه من در گردنم یک صلیب آویزان کرده بودم. صلیب امی علامت نصرانی ها است که او عقیده دارن که عیسی مسیح علیه السلام در صلیب کشته شده. به این خاطر اینا امیر در گردن خود آویزان میکنن. خب میگه امیر در گردن ما بود، این باز از طلا جور میکنن به خاطر از که بسیار خوب چیز شود. میگه در گردن ما بود. می وقت پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدم، رسول الله صلی برای ما گفت که این بت از گردن تو سکوت، تو خود مسلمان شدی. فورا میگه میره کندم موسو انداختم. یک مشکل ما بود. دو مشکل ما میگه این بود که وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم آیت قرآن تلاوت کرد که اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله، که مشرکین یعنی اهل کتاب یهود و نصارا گرفتن احبار و رهبان خود ارباب من دون الله. ارباب جمع رب، یعنی اینا از احبار علمای خود و رهبان و از متصوفین خود یا پیرهای خود اینا چی جور کردن؟ میگه اینا رب جور کردن، معبود جور کردن. عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه خودش میگه که من به این عقیده بودم که یعنی عبادت خود نماز است، روزه هست، سجده کردن است، رکوع کردن بر یک کسی است، ذبح کردن ایوان در مقابل یک کسی است. میگم ما خو این کاره برای رسول الله صلی الله علیه و گفتیم که یا رسول الله ما خو برای احبار و رهبان خود، یعنی ما برای علما و پیرهای خود رکوع نمیکردیم، سجده نمیکردیم، حیوان در مقابل از اینا ذبح نمیکردیم. این عبادت ها را خو ما برای از اینا نمیکردیم. پس چطور به قرآن این قسم گفته شده هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم برش تعلیم میده که عبادت تنها در این نیست که تو رکوع و سجده بکنی، این هم عبادت است، لکن عبادت اقسام مختلف داره. عبادت تشریعی رو برش درس میده که عبادتی که تو مثلا رکوع و سجده میکنی او خود عبادت بدنی هست. وقتی که به زبانت حمد و ثنا میگی این خود عبادت زبانی هست. وقتی که در قلبت محبت و خوف و رجا می داشته باشی خود عبادت قلبی هست. لکن وقتی که تو اطاعت است قانون میکنی این عبادت تشریعی هست. رسول الله صلی الله علیه و برش گفت که آیا شما وقتی که این علمایتان و وقتی که پیرهای شما برای شما حلال الله را حرام میگشتان و حرام الله را برتان حلال میگشتان شما از اونا اطاعت نمیکردین؟ عدی ابن حاتم بود بله این کار میکردیم. خلاص این هم رسول الله صلی الله علیه و گفت که اینمی در حقیقت معبود قرار دادن است. یعنی اگر از قانون کسی شما اطاعت میکنین شما در حقیقت او را معبودتان قرار دادین. مثل که امروز اگر یک نفر از قانون امریکا اطاعت میکنه در حقیقت ای چی کرده؟ این امریکا را معبود خود ساخته. اگر از قانون پارلمان اطاعت میکنه پارلمان هم معبود خود ساخته. مثل کسانی که از فرعون اطاعت میکردن فرعون معبود خود ساخته بود. فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، میگفت من رب بزرگ شما هستم. اما فرعون کس را نمیگفت که بیا برای من سجده بکو، بیا برای من رکوع بکو، بلکه میگفت که من ربتان هستم. قانونی که ما ساختین که ضد شریعت موسی علیه السلام هست او را شما چی کنین؟ اطاعت بکنین. پس در اینجا ایناله الله مستحق اطاعت است. اینال اگر کسی بغیر از الله قانون کسی دیگی که ضد شریعت الله است اطاعت میکنه او را معبود خود قرار داده، او را اله خود قرار داده، در حالی که او مستحق عبادت نیست. اینال اگر قانون امریکا باشه، اگر قانون روس باشه، اگر قانون یهود باشه، اگر قانون نصارا باشه، اگر قانون پدرها باشه، مثلا بعضی کسا قانون قبیله، قانون قومی باشه، این کل قوانین این قوانین چی هستن؟ قوانین هستن که اینا ضد شریعت الله هستن. این قوانین باید اطاعت نشه و مسلمان باید به اینا
کافر شود. اینا قوانین، کسی قانون ضد شریعت الله میسازه او رو طاغوت میگن. فمن یکفر به طاغوت. این حال بسیاری کسایی که نام الله را نمیفهمه که الله مستحق اطاعت است، فکر میکنم من نماز میخوانم، روزه میگیرم، عبادت میکنم، مثلا زکات میدم، مثلا من حج میرم، روزه میگیرم، خلاص بس من یک مسلمان هستم. نه، تو مسلمان هستی، لکن وقتی که قانون غیر الله را اطاعت کردی، تو در اینجا غیر الله را با الله در این عبادت شریک ساختی. چون عبادت خو یک قسم نیست، 6 قسم است. عبادت فکری هست، عبادت قلبی هست، عبادت زبانی هست، عبادت بدنی هست، عبادت مالی هست و عبادت تشریعی هست. این حالا اگر یک کسی در یک بخش از عبادت هم غیر الله را شریک می سازن، این در شرک داخل شده هست. متوجه هستید؟ پس کسی که الله را میشناسه میفهمه که الله معبود به حق است، دو مستحق عبادت است، هر 6 قسم عبادت، سوم ذاتی هست الله که مستحق اطاعت است، یعنی از او اطاعت میشن. چهارم، الله ذات است که عبادت و اطاعت مخصوص اوست. متوجه هستین؟ در سوم گفتیم که الله مستحق اطاعت است، دوم گفتیم الله مستحق عبادت است، در چهارمی کلمه چی میگیم؟ الله ذات است که عبادت و اطاعت مخصوص از او هست، خاص بر از او هست. عبادت و اطاعت مخصوص الله هست. ببینید دوستا، الله را میخوایم بشناسیم، الله را باید به دیگران معرفی بکنیم. وظیفه ما است که الله را معرفی میکنیم برای دیگران، خودمون میشناسیم و برای دیگران معرفی میکنیم، برای شاگردای خود معرفی میکنیم. چرا؟ الله را باید بشناسیم. چه قسم بشناسیم الله را؟ یعنی الله ذات است که عبادت و اطاعت مخصوص از او هست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، اینجا چرا ایاک گفته شده؟ به خاطر که عبادت خاص است برای الله، اطاعت خاص است برای الله. لا اله نیست هیچ معبود به حقی که ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه الا الله. اله برای چی معنی؟ الا للاختصاص، خاص است برای الله. اینجا الله، اینجا ایره مستثنا، اله بر استثناء هست. چرا اینجا آمده؟ که اینمی عبادت مخصوص الله ساخته. خب در بسیاری جاها ما و شما میبینیم برای عبادت داخل میشه الحمد لله. حمد یک عبادت است، خاص است برای کی؟ برای الله. متوجه هستین؟ اینال در اینجا الله ذات است که عبادت و اطاعت مخصوص از اوست. الله معبود به حق است، الله مستحق عبادت است، الله ذات است که سومی را گفتیم که الله مستحق عبادت است. باز گفتیم که الله ذات چهارمی که مخصوص عبادت و اطاعت مخصوص از او هست. علما چی میگن؟ علما میگن ان العبادت خاصه بالله تبارک و تعالی فلا یعبد غیره. باید عبادت خاص برای کی بکنی؟ برای الله بکنی. کدام عبادت؟ هر 6 قسم عبادت خاص برای الله بکنی. اگر یکیش هم برای مخلوق دیگه کردی، خاص برآمدی، در شرک داخل شدی. هر عبادت مخصوص الله باید. این قسم الله را میشناسیم. پنجم، الله ذات است که دارای صفات جلال و عظمت است. الله سبحانه و تعالی الله لا اله الا هو الحي القيوم. سگو قرآن وقتی که ما شما بید، الله دارای صفات بسیار زیاد است که او را باز در بخش آیات و احادیث تشریح میکنیم. ششم، الله ذات است که عبادتش بغیر از طریق پیغمبرایش شناخته نمیشه. این ششمین خصوصیت الله هست. 6 خصوصیت. خصوصیت ششم چی هست؟ که عبادتش از طریق انبیا و رسولش شناخته میشه. الله متعال پیغمبرها را فرستاد. این پیغمبرها وظیفهشون چی بود؟ که برای ما و شما عبادت الله را و اطاعت الله را معرفی بکنن.
بغیر از طریقی پیغمبر عبادت الله از طریق دیگه شناخته نمیشه. این پیغمبری که آمده، مثلا پیغمبر ما و شما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما کتاب الله را آورد و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. کتاب الله وحی جلی هست و سنت رسول الله که احادیث است، این وحی خفی هست. ما اگر عبادت الله را میکنیم، این در قرآن و سنت باید ثابت باشه. اگر یک عبادت در قرآن و سنت نباشه، او عبادت گفته نمیشه. چرا؟ به خاطر ازی که عبادت الله که است، عبادتش از طریق چی شناخته میشه؟ از طریق پیغمبرای شناخته میشه. علامه ابن حجر عسقلانی رحمه الله میگه اسم الله و هو المألوه المعبود ولا سبیل للعباد الى معرفة عبادته الا من طریق رسوله علیهم الصلاة والسلام. علامه ابن حجر عسقلانی رحمه الله میگه که اگر متوجه هستید، این در فتح الباری در شرح صحیح البخاری در صفحه 30 این کتاب خود چی میگه؟ میگه الله که از معبود حق است که لا سبیل للعباد الى معرفت عبادته الا من طریق رسوله علیه الصلاة والسلام، که عبادت از او، معرفت عبادت از او امکان نداره مگر از طریق کی؟ رسولش، پیغمبرایش. پس پیغمبرایش آمدن که این عبادت است. ما شما میفهمیم که یک پیغمبر در عبادت چی رو تعیین میکنه؟ 6 چیز وظیفه پیغمبر است. 6 نقطه. اول نوعیت عبادت. کی چه عبادت است؟ مثلا میگه نماز عبادت است، روزه عبادت است، حج عبادت است، در کل آیات است، حدیث است. خب بالاخره وقتی که نوعیت عبادت تعیین کرد، یک. دوم کمیت عبادت تعیین میکنه. کمیت عبادت چی معنی؟ یعنی اندازشه. صبح چند رکعت است، پیشین چند رکعت است، دیگر چند رکعت است، شام چند رکعت است. کیفیت عبادت است. مثلا وقتی فهمیدیم نماز عبادت شد، کمیتش فهمیدیم، کیفیت از این نماز. این نماز که است، مثلا این نماز با چه کیفیت خوانده شده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت صلوا کما رأیتمونی اصلی. چهارم زمان عبادت تعیین میکنن. پیغمبرا وحی برش می از دل خود نه، وحی الهی، وحی جلی یا خفی. زمان و مکان عبادت ای 5. در چه وقت ما نماز بخوانیم؟ در کجا بخوانیم؟ کدام نمازها را در مسجد بخوانیم؟ کدام نمازها را در خانه بخوانیم؟ کدام نمازها را مثلا در کجا بخوانیم؟ در کجا نماز خوانده میتونیم؟ در کدام مکان نماز خوانده میتونیم؟ این هم ششمش امو وسیله که در این عبادت استفاده میشه. از کدام وسیله در این عبادت ما استفاده میکنیم؟ مثلا یک نفر قربانی میکنه، هر حیوان میتونه قربانی بکنه؟ میگه نه، حیوانای اهلی را. در حیوانای اهلی هم گاو، گوسفند، مثلا شتر، بز، اینی حیوانات هستند. اما ما هر حیوان اهلی را هم نمیتونیم، چون حیوانات اهلی است، مثل سگ و پشک، این نمیتونیم. و یا مثلا حیوانات دیگه از گوشتش میخوریم مثل آهو، اما از آهو قربانی نمیشه. بنابراین اینی 6 نقطه ای چی هست؟ پس آل ما شما الله را شناختیم. الله ششمی صفتش چی هست؟ که الله سبحانه و تعالی عبادتش شناخته نمیشه مگر از طریق انبیاء علیهم السلام. بنابراین وقتی که الله را میشناسیم باید در 6 نقطه بشناسیم. اول معبود حق است، دیگر معبود باطل است. دوم مستحق عبادت است، بنابراین کسی دیگه مستحق عبادت نیست. از 6 قسم عبادت یک شم به دیگرها نمی کنیم. اگر کس کرد مشکل شرک پیدا میشه، چون او شریکت مخلوق در عبادت. سوم الله مستحق عبادت است، ایره شناختیم. چهارم الله ذاتی که عبادت و اطاعت مخصوص از او است. یکی مستحق است، یکی مخصوص. مستحق الله هست برای عبادت و باز عبادت مخصوص الله، هم مستحق است و هم عبادت خاص برای اوست، برای کسی دیگه نمیشه. برای پیغمبر ما عبادت نمیکنیم، برای ملائکه عبادت نمیکنیم. چرا؟ عبادت مخصوص الله است. خب پنجم ذاتی که دارای صفات جلال و عظمت است، صفات بسیار زیاد داره که به جلال و عظمت شایسته است. و ششمین نقطه ذاتی که
راه عبادتش فقط از طریق پیغمبرانش می باشه. اگر کسی اینمی 6 نقطه را فهمید، در حقیقتا ای الله بی متعال شناخت و عبادت خدا و اطاعت خدا مخصوص از او میکنه و میفهمه که الله مستحق عبادت است و معبود حقیقی هست و لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.